این چگونه به دست آمد این آزادی شما؟ درست است که بر اساس قانون اول از نگاه قانونی و روند و مرحله قانونی چگونه صورت گرفته؟ رحمت که ما را تبریک کردید. با اگر نقض میشد که همین روز یا که روزهای نزدیک ما بزرگمهر هم خیلی تبریک میکردیم به این یاد نقض میشد. 23 منو دستگیر کردن و روز دیگر 24 آگوست سال 2016 قانون تاجیکستان درباره عفو عمومی برآمد و تمام کردار و آن ماده که نسبت من عیب اعلام کرده شده بود، ماده 311 افشای سری دولتی، مطابق قسم 6 ماده قسم 6 همین قانون زیر تطبیق همین قانون عفو می‌غلطید و باید تمام بررسی پرونده آینده بررسی پرونده قطع کرده میشد و متاسفانه در اساس همین قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو عمومی نسبت من پرونده در تفتیشات قطع گردیده شد و 30 سپتامبر همین سال من آزاد کرده شدم. روزی که شما با آزادی برآمدید، همونطور که گفتید روز 30 سپتامبر، ما با وکیل مدافع شما هلال نظرова هم صحبت شده بودیم. اون کس گفتن که جمشید یاروف بر اساس قانون عفو، اما یک نکته دیگر اشاره کرد که بعد از اینکه جمشید به همون گناهی که عیبدار دانسته میشد اقرار شد و به قانون عفو شامل شد و با آزادی برآمد. و گفت اگر اقرار نمیشد حالا پروندهش هنوز با ادامه پیدا میکرد. درست است این؟ در قانون درباره عفو عمومی در همین ماده 6 که من ذکر کردم این خیلی سخن درباره اون نوشته نشده است که اگر انسان، اگر شخص حتما اگر باید با گناهش اقرار شود نسبت به عفو تطبیق کرده میشود. این خیلی سخن نیست. در اونجا شرح داده شده است، نوشته شده است که اگر شخص خودش خواهد که نسبت به عفو تطبیق کرده شود و عریضه یا که درخواست پیشنهاد میکند و نسبت به عفو تطبیق کرده میشود. اگر شخص نخواهد که نسبت به عفو تطبیق کرده شود و او مجبور عفو کردن ممکن نیست. از بس که کردار و اون ماده که من رو با اون عیبدار میکردن در قسم 6 همین ماده مذکور درج گردیده بود، برای همین به اقرار شوی من یا که با اقرار شوی من باید حتما از طرف مقامات تفتیشات پیشکی آزاد کرده میشدم و همین طور هم شد. بر اساس این ماده که شما حالا ذکر کردید، یعنی فاش کردن سری دولتی، یعنی شما بازداشت شدید و نسبت شما همین پرونده باز شد. یعنی چگونه این صورت گرفت؟ واقعا شما همین پرونده را فاش کردید، از داخل محبس به بیرون برآورده شد؟ که پرونده من نیست، سری مخفی دارد و من در رفت تفتیشات پیشکی زبان خط اوید فاش نکردن تمام معلومات و اخبارات اوید این پرونده دادم. من عین حال در این باره که من همین کارو کردم یا که نکردم چیزی گفتن نمیتونم. من فقط همین را گفتنی هستم که مربوط دادن سری تفتیشاتی به سری دولتی این نادرست است. مطابق قانون درباره جمهوری درباره سری دولتی من هم خوندم و دیگر ادوکات و حقوقشناسان باید دانند که در آنجا رویخطی سری دولتی نوشته شده است که کدام معلومات سری دولتی میشوند. در آنجا من نیافتم که سری تفتیشاتی یا که سری مرافع سودی سری مخفی دولتی باشد. من با اون بازداشت شدم که با گمان صادر کردن همین جنایت، با گمانی که گویا من با همسری زیر حمایت سابق زیر حمایت محمد علی حید گویا ما همین سری تفتیشاتی رو از قبیل گویا سری دولتی گرفته، نسخه حکم صادر رو گرفته با بیرون از کشور پهن کردیم و اون در رسانه‌های جهانی پهن گردید که این علاقه گویا از طرف تفتیشاتی تاجیکستان افشای سری دولتی حسابیده شد. به همین جرم تا جایی که ما اطلاع داریم در همون صحبتی که با همسری محمد علی حید زیر حمایت سابق شما ذکر کرده شده است که همسری محمد علی حید از شما نام برده است که همون متن پرونده یعنی متن حکم دادگاه را شما انتشار داده و به بیرون برده. این واقعیت داره؟ این از خود اویله محمد علی حید یا که از مفتش پرونده ما پرسیدن لازم است. برای که من خیلی که گفتم عین حال من ضرور نمیشمارم که درباره تمام جزئیات پرونده گپ زنم. این 37 روزی که شما در بازداشتگاه به سر بردید، آیا در آغاز تفتیشات به خاطر اقرار شدن به شما فشارهای آورده میشد یا نه؟ من فکر میکردم که میدونن که پرونده من اون عملی من زیر تاثیر قانون عفو غلطیده است و من آزاد میشوم. برای همین نسبت من یگون فشارم نبود. عموما همین بازداشتی که در نسبت شما صورت گرفت شما همین درست میشماره؟ نه درست نمیشمارم.
ягон касе намегӯяд ки маро дуруст боздошт кардан ва ман гунаҳгор ҳастам ва маро боз биёед боздошт кунед. ин хеле умуман ба мантиқи инсон дуруст намегӯяд. вале ина тафтишот дуруст ҳисобид, ина прокуратура дуруст ҳисобид. ҳисҳои дар шумо буд ки боз ягон гуноҳи дигар ба сари шумо бор карда мешавад? албатта буд, албатта буд. чаро хеле ҳис будаш? барои ки парвандаи бузургмеҳри Ёров ҳамамон медонем чӣ хел буд. аз як моддаи ки бо қалобии бузургмеҳри Ёров оғоз мекунам парвандаи ҷиноятӣ ба дигар факту дигар далелу рақаму пайдо мешавад, марам шубҳа доштам ки шояд ягон моддаи бо ягон моддаи дигар маро низ айбдор ҳисоб кунанд. ҳоло шумо дигар ҳуқуқи дубора ба фаъолияти адвокатӣ вакилии мудофиъ баргаштан доред? мутобиқи қонун ман дорам, барое ки ман судшудагӣ нестам ва доғи судӣ надорам. вале ин корро айни ҳол карданӣ нестам. муддати 1 моҳ ёки 1.5 моҳ ёки то охири ҳамин сол ман ният дорам ки камтар дам гирам, бо оилаам бошам, баъд ба кор иншоалло шурӯъ мекунем.